خداوند وقتی که بندگان همه در دشت محشر عاصی و مطیع، کافر و منافق و مؤمن همه به صف میشن، توسط فرشته خدا صدا میزند، امر میکند سجده بکنید. اونهایی که در دنیا با رضایت کامل و قناعت کامل خم میشدن، خودشونو به زمین مینداختن و میگفتن سبحان ربی الاعلا، همونطوری که در دنیا سجده میکردن در آخرت تا گفت سجود همه میافتن سجده میکنن. اما یه عده‌ای همینجور کمرشون یک دست شده، مفصلهای ستون فقرات کمرشون خم نمیشه. منافقین و کفار هر کاری میکنن که وقتی گفت سجود سجده بکنن، هی یه مقداری خم میشه دوباره راست میشه، نمیتونه. یوم یدعون الی السجود، دعوت به سجده میشن، نمیتونن خم بشن. شناخته میشن که اینها در دنیا تواضع و سجده برای خدا نداشتن. در همین اثنا مثل برق خداوند حساب و کتاب میکشه، همه عرضه میشن اعمالشون بر خداوند. مؤمنین ایستادن، امید رحم خدا دارن. تنها رحم خدا در دنیا دین خداست. کسی که با دین خدا و دستورات خدا و برنامه‌های خدا و عقیده و توحید و اعمال صالح در دنیا و خدمت به خلق خدا رحم نشد، انتظار رحم خدا در آخرت نداشته باشد.